پیرو به تظاهرات سراسری دانشجویان در سال 1349 اداره کل سوم امنیت داخلی ساواک کمیته ویژه‌ای را به منظور شناسایی عوامل اصلی حرکت‌های دانشجویی تعیین و این کمیته مقر فعالیت‌های خود را در اوین متمرکز کرد. همزمان با فعالیت این کمیته از سوی ساواک کمیته‌ای متشکل از تعدادی از نیروهای اداره کل سوم در اوین را مأمور تعقیب و مراقبت از گروه‌ها و سازمان‌های مبارز کرده و در سمینارهایی که سازمان سیا برای آنها تشکیل می‌داد جدیدترین و مؤثرترین شیوه‌های شکنجه را آموزش می‌داد. با دستور شاه در تاریخ 1350 کمیته مشترک ضد خرابکاری در محل شهربانی تشکیل شد. این بازداشتگاه در 3 طبقه و 6 بند ساخته شده بود که 4 بند آن انفرادی و 2 بند آن عمومی بود. ظرفیت معمولی بازداشتگاه حد اکثر 200 نفر بود، ولی در شرایط خاص تا 500 نفر هم در آنجا نگهداری می‌شد. ای شادی آزادی، ای شادی، ای شادی آزادی، ای شادی آزادی، روزی که تو بازایی، روزی که تو بازایی، با این دل من پرور من با تو شخواهم کرد. ای شادی آزادی، روزی که تو بازایی، دلهامان غمگینه، دلهامان سنگینه، از سر تا پا ما سر تا پا زخمی، ما سر تا پا زخمی، ما سر تا پا نمیخوای حرفتو بزنی بعد بری خونتون؟ من دوست ندارم باید بازی. من مثل اونایی دیگه نیستم تو رو بزنم. دوست دارم بهت کمک کنم، دوست دارم بهت حل بدم. تصمیم گرفتی حرف نزنی ها؟ به حرف ادای مردم رو در میاری، مثل مردم باید تحمل داشته باشی. کثافت شیطان اللاش.
کثافت. خوبی؟ خوبم. خیلی. ای دوست شاد باش که شادی سزا